چرا بیشتر تاکسی های دنیا تویوتا هستن نه بنز و بی ام و؟ یعنی واقعا ماشین های آلمانی ضعیفن یا اینکه تویوتا یه چیزی داره که هیچ کدوم ندارن؟ بمون تا آخر چون میخوام دقیق و باحال برات توضیح بدم. همه ما میدونیم مرسدس بنز و بی ام و نماد لوکس بودن و پرستیژ هستن. ماشین‌های آلمانی طراحی فوق‌العاده دارن، موتورهای قوی و تکنولوژی بالا. اما مشکل اینجاست که این ماشین‌ها برای آدمی ساخته شدن که دنبال کلاس و راحتیه، نه کسی که روزی 10 ساعت باید مسافر جابجا کنه. راننده تاکسی دنبال چیز دیگه است. ماشینی کم مصرف با خرابی کمتر، قطعات ارزون در دسترس و تعمیر راحت. اینجاست که اسم تویوتا میاد وسط. مدل‌هایی مثل کرولا، کمری، یاریز یا حتی پرایوس دقیقاً همین ویژگی‌ها رو دارن و سال‌هاست امتحانشون رو پس دادن. واقعیت اینه که هزینه نگهداری بنز و بی ام و خیلی بالاست. یه خرابی کوچیک میتونه چند میلیون هزینه بذاره رو دسته. قطعات اصلی گرونن و پیدا کردن تعمیرکار متخصص هم راحت نیست. برای راننده تاکسی این یعنی ورشکستگی. اما تویوتا قطعاتش همه جا هست، تعمیرش راحت‌تره و حتی با سرویس‌های معمولی میتونه سالها بدون دردسر کار کنه. اینجاست که راننده ترجیح میده تویوتا بگیره، نه یه آلمانی پرخرجو. از طرف دیگه تویوتا شهرت جهانی داره به خاطر دوام و اعتمادپذیری. خیلی از تاکسی‌های تویوتا بالای 400 تا 600 هزار کیلومتر کار کردن بدون اینکه موتور اصلی عوض بشه، در حالی که بنز و بی ام و بیشتر برای استفاده شخصی و لوکس طراحی شدن، نه کار مداوم و سخت. اگه یه سر به کشورهای آفریقایی، آسیایی یا حتی آمریکا بزنی، می‌بینی بیشتر تاکسی‌ها تویوتا کرولا یا کمری هستن، چون این ماشینا ثابت کردن حتی تو شرایط سخت هم کم نمیاد. برای همین هم لقب گرفتن ماشین جاودانه. پس چرا تاکسی‌های دنیا تویوتا هستن نه بنز و بی ام و؟ جواب واضحه. بنز و بی ام و لوکسن، قویان ولی پرخرج و حساس. تویوتا ساده است، کم مصرف، تعمیرش ارزونه و مهمتر از همه سالها کار میکنه بدون دردسر. اگه بخوای تاکسی بخری سراغ یه تویوتا مطمئن میری یا یه بنز خوشگل اما پرهزینه؟ جوابو تو کامنت بنویس چون میخوام بدونم نظر شما چیه. و لایک و سابسکرایب و یه زنگوله یادت نره چون تو ویدیوهای بعدی رازهای بیشتری از دنیای ماشین ها براتون دارم.